سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. بنده مهدی حسن‌زاده هستم، باتری ساز و انژکتورکار خودرو. این افتخار رو دارم که علم و تجربه خودم رو در مورد برق خودرو با شما به اشتراک بذارم. قبل اینکه ادامه ویدیو رو بریم ممنون میشم این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید تا برای ویدیوهای بعدی پر انرژی‌تر در خدمت شما باشم. تو این ویدیو میخوام شما رو با قطعات برقی خودرو آشنا کنم که به ترتیب باعث روشن شدن خودرو میشن و اجزا و کارایی اونها رو واسهتون توضیح بدم. اولین و مهمترین قطعه خودرو باتری هستش که برق رو به وسیله سیمکشی به تمام نقاط برقی ماشین میرسونه و باعث استارت زدن خودرو میشه. مهمترین اجزای باتری ترمینال منفی و مثبت هستش که وظیفه تبدیل انرژی شیمیایی رو به الکتریکی رو داره. همونطور که مشاهده میکنید این باتری دارای قطب مثبت و منفی هستش که به وسیله این دو قطب برق رو به قطعات خودرو یا هر وسیله‌ای که به وسیله این کار میکنه رو انتقال میده. اجزای بعدی این باتری الکترود منفی و مثبت هستش که به وسیله اسید رقیق یا همون آب باتری کار میکنه و برق اولیه خودرو رو تولید میکنه. تمام صفحات داخل باتری به صورت سری به هم دیگه وصلن که جنسشون هم از سربه. با قطعی این صفحات سربی باتری از کار میفته. برای تست سلامت باتری به یک اوهمتر نیاز داریم که تشخیص بدیم که باتری سالمه یا خرابه، حالا به هر صورتی که یا قطع شده از داخل یا دینام شارژ نکرده. همونطور که مشاهده میکنید ما دو تا باتری داریم، یه دونه سالم یه دونه خراب. اول از همه برای تست سلامت باتری یا خرابی باتری دستگاه اوهمتر رو روی برق 12 ولت تنظیم میکنیم و میریم سراغ تست باتری. باتری سالم باید ولتاژ بین 10 تا 12.5 یا 13 داشته باشه و باتری خراب هم که مسلما از 10 به پایینه. شارژ این نوع باتری ها به وسیله دینام صورت میگیره که بر روی خودروها به وسیله میلنگ و تسمه خودرو به چرخش در میاد و حرکت جنبشی رو به الکتریکی تبدیل میکنه و شارژ تغذیه رو به باتری ارسال میکنه. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.